بگم یه روزگاه اون دازی خشیدم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مردم با همراه حاجی بابا جان و اکای معروفین. اکای معروف یه روز دیگهش موندگیه. میخواه که انشالله که درختان دعا کنه، درختش دعا کنید انشالله که من بعد ویدیو خوب کنه و سلام غریبان اگه انشالله ویدیو خوب کنه تا اینکه ویدیوهای پندآمیز باشن برای منفعت خلق مسلمان ها باشه و برای اکای معروف خیلی یه روزگاه اون دازی خشیدم. بلندتر گپ زدن مردم بشنوند. بگم یه روزگاه اون دازی خشیدم. بیایم بچه‌ها بیایم بخور. یه جای هست که دوام نصیب همه توگردونه خوبی. اگر دلت سنگی باشه دل چشمت آب میریزه. خداوند همه حقی من دعا کنیم بس کردم برداران تمام من حقش من دعا کیسم. اینه بس کردی اخیر یا پای بیزی به بس کردیم دوان همه تحقیق کنه که شما هم بس کنید تیک توک دو خیلی رقص بازی نکنید پول جمع کنید مهنت کنید بیاین خونه خدا رو زیارت کنید اون چی هم دیسم پول بیاین میدید اگر مترو رقص بگید بازی نکنید. بله راست میگین جا مکان مقدس بین رو پرو قبله صدقه انشالله که درختان دعا میکنه و همراه که بابا جان تا اینکه خداوند موفق تان بگردانه از تمام بلاها و آفتهای زمینی و آسمانی. خداوند سحری میره شام میره میان اون دیل زیخته که تا وقت خم میگم اسلام یا وقتی رفته میشه تمام دیگه میشه با ایدمی دنیا و دا گنو اصلا که چی قدر که ندوی یگان کس ریزا نمیشه اون کس دوالی نمیشه. از همون خاطر خطانا هلاک مکنین. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده است که چی قدر برای زناتان هم نکنین. میگه که ما رأیت من قط یعنی ما ات چیزی ندیدم هر خدمت هم کنی هم نکنیم هزار هم چته شکر و جان خورده است. روز خونه عربو را دیدم والله قسم نه قصر نه پاسر اگه اون شیخوش نمیدونم این همین خیلی 24 ساعت در اینجا در توافم با خدا قسم چی نمیدونم چرا قصر نگم یک خاص تا بگم بکنیم یا خونه‌ای میکنن که طاقت میکنن یکی وقتی چی در کنه خدا آخرت آباد بکنه. خلاص که هم ندیدین که حاجی معروف و حاجی بابا جان در نزد کعبه دعا میکنن در حق تان که خداوند به جا مکان برسونه و خداوند این برادرای ما را محروم نکنه این جا مکان مقدس. خداوند موفق شما گردونه که در یک سال دو سه بار بیاین ان شاء الله. برادرایی که در شهر مسکو خصوصا من در نظر دارم برای همونجا میدونم دخترای مردم استفاده میبره تو تیره ماه یا تو بهار یا هم یک حامله دارش میکنه دیگه زن یکم دیگه زورش سختش میکنه سرش بتی یا برای بریم نبرگ میگن یعنی که موقتی حرام است در اسلام شعار میکنن. دوستان عزیز به خاطر خدا از فکر خواهر و مادرای خودتون نکنید بتونه فقط یاردم کنید به خاطر اولاد پیش خونه خدا دعا میکنیم کل ما را برای راست هدایت هممون خطا کنیم و الله قسم بیای اینجا قلب دوست خیلی کاری گفت قلبی سنگین در اینجا آب میشه عذابای پیغمبر صلی الله علیه و سلام صحابه ها را میبینید چی عذابای کشتن که این دین مقدس به ما رسید به خدا بیای اینجا را زیارت کنید خونه خدا را زیارت کنید قلبتون آب کنید این شیرای نروی. الحمدلله امروز اکای دوست مراد این ایش هم بولیم شو هم مقصد شما در کار دارم با خدا گپ ندارم اکنون حق دعا میکنیم همیشه برادرایی که ما رو دستگیری کردید و همیشه در بر مونید دوان هم دراز نکه انشالله در حق همیشه دعا تا هفت تواف کردیم باید برایم بریم وقتی برای قدم آز کنیم نمیفورد دیگه هم دیگه خیزی برای بخونم میدونیم که فقط میریم. الله موفق تان بگردون. دوستان عزیز از الله تمنا میکنیم که اولش که خداوند چنان که فرموده است که وعبد الله ولا تشركوا به شیئا و بالوالدین احسانا یعنی پروردگار عبادت که با او شریک نرو یگان چیزه و نیکوکار باش نسبت پدر و مادر و دعا میکنیم اولش که خداوند رب اغفر لی ولوالدی پروردگار گناهان ما را بیامرز ببخش و گناهان پدر مادران ما را و اکا و دادران ما را بخوارم. بر حق همه مؤمن مسلمان ان شاء الله که دعاگو هستیم و شما را هم نیز در حق ما دعاگو باشین. در امان الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.